سلام به چنل موشی انگلیش ویت می و یا انگلیسی با من خوش آمدید. امروز ما و شما روز وکابلری هست. میخوایم کم راجع به مقدارها صحبت کنیم که چطور به انگلیسی بگوییم، که بر مثال چه تعداد، چه مدت، چقدر، چند وقت یک بار، چقدر بزرگ، چند سال و یا چقدر دور، اینا رو چطور به انگلیسی بگوییم. بیاین با من همراه باشین، یادداشت بگیرین. شروع میکنیم. اول از چه تعداد رو به انگلیسی چی میگن؟ how many. چه تعداد؟ how many. چی مدت، اینو به انگلیسی چطور بگوییم؟ چی مدت. how long. how long. چقدر. how much. how much. چقدر رو به انگلیسی میگن how much. به میخوایم بگوییم که چند وقت یک بار. هر چند وقت، مثال میگیم هر چند وقت یک بار. چطوری رو به انگلیسی بگوییم؟ how often. how often. و یا میخوایی که بگویی که چقدر بزرگ. اینو به انگلیسی میگیم how big. چقدر بزرگ. و یا میخوایی بگویی که چند سال. این چقدرها و چه مقدارها، اینا رو همیشه امروز ما و شما اینجا لغت لیست کردیم. براتون گفتم چند سال how old. و یا میخوایی بگوییم چقدر دور. به انگلیسی میشه how far. بخشین how far. چقدر دور. دوباره تکرار میکنم. چه تعداد how many. چی مدت how long. چقدر how much. مثال چقدر بوره میخوایی how much sugar do you want. چند وقت یک بار how often. چقدر بزرگ how big. چند سال how old. مثال میگی چند سال هستی how old are you. و یا میخوای بگی چقدر دور how far is your house. چقدر خانه شما دور است. این بود راجع به چه تعدادها و چقدرها که ما شما امروز صحبت کردیم.